طرف این دفتر بسیار ارزشمند. بسم الله الرحمن الرحیم. شدید و تونستیم ما هم مریم همتیان برام بگید. چی بگم؟ واقعا چیزی ندارم به جز حسرت و دریغ برای سینمای ایران که یک استعداد مطلق بازیگری رو از دست داده. برای خانواده‌اش بسیار متاسفم و آرزوی صبر دارم. آی فراست سلام. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید.